درود شنوندگان گرامی، راغبان ادبیات، به توجه شما عزیزان، آثار مکمل یکی از شاعران حوزه ادبی عصر 19 بخارا، شمس‌الدین شاهین، تحت عنوان کلیات شمس‌الدین شاهین در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل بشنوید. گفتار 17. شناخت و بزرگداشت گذشتگان ملت یکی از عنصرهای افتخار وطنداری به شمار می رود. از این رو اقدام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مورد رو آوردن به گذشته فرهنگ ملت در رابطه با درک مقام گذشته و امروزه تاجیکان در گسترش تمدن بشری شایسته تحسین است. دایره ادبی خطلان زمین در عصر 19 و ابتدای عصر 20 شاعران زیادی را به کمال رسانیده است. اکثر آنها در بخارا تحصیل کرده سپس به زادگاه خود برگشتند و به حیات ادبی خطلان وارد گشتند. ناصح کلابی، حاجی حسین کنگورتی، رحیمی، حاجی محمود خواجه بلجوانی، ملا رجب، میرزا قدم مجرم راغی، مزراب خان خاطری و باز بسیار دیگران از آن جمله اند. این شاعران در رشد و تکامل ادبیات این دوره حصه بی‌نظیر خویش را گذاشته با آثار گرانبهای خود در بلند بردن ذوق معنوی اهل جامعه تأثیر مثبت رسانیده اند. شب که گل در طبق باده به ساغر کردم، بزم ترکانه به یادی رخ دلبر کردم. آمد آن دلبری من در قدمش بحر نثار، از سری هر میژه ایثاری گهر سر کردم. از لبی او که گلی با شکر آمیخته بود، گه هوای گل و گه خواهش شکر کردم. گفتمش چیست به طرفی رختان خطی سیاه؟ گفت بر خون تو ای دل شده محضر کردم. تا به دامان تو گردی ننشیند از راه، همچو جیب خودش از خون جگر تر کردم. خاک بر فرق من از بوسه بی جا طلبی، خاطری یار و دلی خویش مکدر کردم. هر که بشنید به کوته نظری خواند مرا، نسبت قد تو هرگه به صنوبر کردم. گاه با زور و گهی با زر و گه با زاری، هر کجا ساده رخی بود مسخر کردم. به امید که تو پا بر سری این خاک نهی، خویش را پیش تو با خاک برابر کردم. پیش از آن دم که نهم پای طلب در ره عشق، مردن خویش در این راه مقرر کردم. جگری سوخته شاهین
به خدا اکسیر است که به هر خاک دمیدم نفس زر کردم. قربانی لبی لعلی شکرخای تو گردم، مفتونی خطی غالی پیرای تو گردم. لب می گزی ای شوخ ندانم که چی گویی، از نازکی طرز اداهای تو گردم. یک جای تو تخصیص به کشتن نتوان کرد، ای من به تو شیدا زی همه جای تو گردم. جان نظری سراپای تو گفتم به شبی وصل، رخصت بده اکنون زی سراپای تو گردم. امشب شبی وصلی تو نطق نازده بختی است، بگذار تولا زی تولای تو گردم. نبود کفلی چون کفلت لختی مصفا، من از کفلی لختی مصفای تو گردم. گفتی که به شاهین زندم درد و بلاها، کی می زند از درد و بلاهای تو گردم. تا مبتلای عشق تو ای بی وفا شدم، از دوستان یک جهتی خود جدا شدم. دانستمی که مهر به عاشق نمی نهی، دانسته عاشقی مه رویت چرا شدم. زین بیش طاقتم به جدایی نمانده است، گر می کشی بکش که به مرگم رضا شدم. هرگز دمی به کوی تو نگذاردم رقیب، گویا که او سگو منی مسکین گدا شدم. دکان اعتبار قماشی چو من نداشت، یا رب چه کوی ازت که چنین ناروا شدم. سنگین دلی چنان که نپرسی ز حال من، کاول چی بودم از غمت آخر چه ها شدم. کردی ادای بوسه به هر کس از آن میان، من چون نمازی مردمی کاهل قضا شدم. در غربتم به وصل خود افزا جلای طبع، چون من تو گفته از وطن خود جدا شدم. شاهین گذشت سیتی کمالم ز نه فلک، تا من مقیم خاک دری پادشاه شدم.
به شوخی ماه پیکر سروی سیمین بر گرفتارم، به گیسویی چو چنبر لعلی چون شکر گرفتارم. تو بر رخسار زلفی خود چو چنبر حلقه می سازی، منی آشفته بر آن زلفی چون چنبر گرفتارم. به بالای بلندت ای پسر یک باره مفتونم، به گیسوی کمندت ای صنم یک سر گرفتارم. نگشت احوال من از بدگمانی باورت هرگیز، تو را ای بدگمان با طبعی ناباور گرفتارم. خطت بر گرد عارض تا رقم زد محضری محبوس، به قید عشقت از مضمون این مظهر گرفتارم. کجا آمد مزاجی من به اصلاح از پریخوانی، منی دیوانه چون با آن پری پیکر گرفتارم. چی می بینی منجیم از رواجی طالعی شاهین، به ماهی فتنه چون از بخت بد اختر گرفتارم. شکر لله به وصالت دل خرم دارم، آنچه اسباب نشاط است فراهم دارم. فارغم از شرفی فاقه ز تشویش جهان، نه غم کیسه و نه غصه درهم دارم. آشنایی بر رقیبم سببی وصل تو شد، کردم سعی ز بس کلبی معلم دارم. تا مرخم به ندایی کنم از غیر تو را، سبق از بحث منادی مرخم دارم. هست مهلیک چو به آماس کشد استسقا، عجب از زندگی شیخ مزخم دارم. وصل چون جهل مرکب بود و عشق بسیط، عشق را بر طلب وصل مقدم دارم. دل من ساکت و زلفت متحرک ز نسیم، این دو را قاعده این است که مدغم دارم. کعبه چون حجر الاسود و زمزم با خود، از دلی سوخته و دیده پرنم دارم. دشمن از تیغ زبان گر زندم زخم چه باک، که من از وضع ملایم همه مرهم دارم. به نسب خواجه کند فخر، مرا فخر بس است. دودمان به نبوت
که ز آدم دارم. بنوشتن نتوان شعری مرا کرد تمام، گرچه ز آشفته دلی ذوق سخن کم دارم. غیر از این چیست مرا دولت عظمی شاهین، که غلامی دری خسروی عالم دارم. یک شب وصال یار چنان شد میسرم، کآمد به ناز تکیه زد و خفت در برم. از بس به ناامیدی خود بودم استوار، می دیدمش عیان و نمی گشت باورم. گفتم که عمری من همه بگذشت در فراق، اکنون چنان مباد که از وصل برخورم. تحقیق خود نمودم و دریافتم که اوست، دل شد ز دست و جان ز تن و هوش از سرم. ای وای اگر وصال چنین است و کلفتش، باشد هزار بار از آن هجر بهترم. آخر به صد مشقت و محنت به ضبط خویش، پرداختم که رو ندهد حال دیگرم. رفتم کناره‌ای و نشستم امیدوار، شاید که خواندم به کنار خود از کرم. مژگان ز خواب ناز گشود و مرا ندید، گفت ای فلان کجا شدی؟ از روی بسترم. جستم ز جای خویش و زدم بوسه بر زمین، گفتم چه خدمتی که بود بنده چاکرم. شاهین بروی صفحت چو خامه به فرق خویش، تقریر از این زیاده کنم تیغ می خورم. سیاه جرده نگاری عرب نسب پسرم، کجاست همچو هما سایه افکند بسرم. چو داغ می چکدم اشک گرم می ترسم، مباد سر کشد از دیده آتشی جگرم. شود ز بخت که تشویش آوری بسرم، که جان و دل به قدوم مبارکت سپرم. شراب خون دلی و کباب لخت جگر، بس است پیش تو خیر و طعام ما حضرم. بهترین طعام آن است که حاضر است،
شراب خون دلی و کباب لختی جگر، بس است پیش تو خیر و طعام ما حضرم. دلیل عشرتی من زین چمن گداختن است، چو لاله زینتی گل داشت داغ دل بسرم. به نیم بوسه تشفا بکن به درد دلم، به نیم خنده تسلا نما به چشم ترم. به خاک پای تو خواهم جبین خود سودن، نشود وگرنه به صندل علاج درد سرم. چنان ربوده از قوم مرکزی خاکی، که جز به چرخ نیابند چو مسیح اثرم. منم به یاد تو در هر محله کوی به کوی، به جستجوی تو در هر دیار در بدرم. خدنگی چابکم ای نازنین، ز من پرهیز که گر به سینه‌ات آیم به پیش می گذرم. مرا هوای عروجی به سر فتاده، ولی سمومی حادثه یکسر بیسوخت بال و پرم. زهی به موهبتی یاری مهربان شاهین، محقق است سراسر کمالی منتظرم. فتانی تو را دل برازت کشوم نرگس فتانی تو را تاد سر بلند چون لالی بدخ شانی تو را تاد سر بلند چون لالی بدخ شانی تو را تا برام چاکی گیری بام برم دستی امید تا برام چاکی گیری بام برم دستی امید هرگز از کف ندهم هرگز از کف ندهم گشایدم نام تو را
فکری کتاب تا دیدم روحی همچون مای تابانی تو را یک جهان دل فتاد از هر خمی موری تو بداد یارم یا اگر شاه نکند زلفی پریشانی تو را روز خورشید و قمر گرمی دهندش به کنار روز خورشید و قمر گرمی دهندش به کنار اتفاقی نبود ریزخوری خواهی اتفاقی نبود ریزخوری خواهی شنوندگان ارجمند، شما گفتار 17 را از روی کلیات شمس‌الدین شاهین در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان گفتار شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم طالبوف. تا برنامه‌های دیگر روح بالیده، خاطری جمع و تندرستی تمنا می‌کنیم.